تو ای یار سلام ای وطن دار سلام با تو از دل غرت و دامنی کولا با تکرار سلام با تو ای یار سلام ای وطن دار سلام با تو از درود بر همه شما عزیزانی که به نهایت دوستتان دارم. در هر جایی که دنیا که هستید همیشه صحتی و سلامتی شما را میخواهم و ولی روزهای بهاری به همه شما مبارک باشد که خانه‌تان گرم باشد، دلتان بی‌غم و همیشه میخواد در همه عرفه‌های جشن بهار و نوروز شاد و خرم باشید. و دوستان عزیز، در مهمانی برنامه سلام هموطن یکی از چهره‌های ماندگار الگو برای ما جوانان، من برای افراد روشنفکر استاد حیدرشاه اکبر قرار دارم. خوش آمدید با برنامه استاد عزیز. تشکر. خیلی شادم که شما رو در این روزهای اولی بهار می‌بینیم و میخوام بپرسم که بهار است و همه در تردد و شما در شهر دوشنبه. بله. از درواز چی خبر شد در اینجا اومدید؟ بله، ما هم تقریبا 2 ماه شد که از درواز اومدیم. بعضی هم بعضی کارهای داریم که ما در رابطه به خود درواز هستم و به خود همون کارهای بهاری و نوروز و بعضی کارهای کشاورزی کردن با اینا حالا مشغول هستیم. اما در این خوشه های گندم نشانی از آن است که استاد به نهایت سمتی کشاورزی را دوست دارند و خود را مفتون و مدیون همین ساحه کشاورزی میدونند که البته این ساحه کلیدی خواجگی خلق است. خب این گندم کجا هست؟ دشت لوج است. این گندمی است که اولین بار ما کشت کردیم در دشت حاصلی ما است. این به کدام سال مربوط است؟ تقریبا 4 سال پیش است. وقتی ما بار اول بعد این اعلام به خطری آذوقه و درواز رفتیم، یک گروهی دوستا را جمع کردیم که بیاید زمینایی رو بگیریم که بیکار هستن و اونجا کوشش شروع کنیم با این کار کشاورزی تا یک تشبوس بشود که بعدا مردم به این کار جذب بشن. ما اون موقع 7 نفر پیدا کردیم. ما 7 نفر پیدا کردیم، خودروی دهقانی شروع کردیم، بنیاد کردیم و رفتیم بار این گندم شناندیم و گفتم هیچ گندم نمیشود. حاصلش هم بد خوشبختانه 18 سنلی ما غله گرفتیم. همون نشانه هم است که سال اول گرفتیم و بعدم دیدن که این کار میشود و مردم به سال آینده بیشتر رفتن دیگه. دستتان در نکند، شما مردم این کوهستان رو بیدار کردید در سمت کشاورزی. خب دوستان عزیز، من میخوام رابطه با معمایی که بیشتر مردم میخوام بدونن که چرا استاد حیدرشاه نام بزرگی وادی درواز رو آورد و در قلعه خم جا کرد و از این خاطر میخوام بپرسم که استاد شما احیاگر نام دوباره درواز هستید و آیا این کار شما تا چه اندازه از لحاظی که مردم میگویند که در درواز رو کوچک کردید، آیا این درست است؟ آیا درواز کوچک میشود؟ بله، این بحث ها هستن بین بعضی جوانان هستن، بعضی دانشمندان هستن. دیگه تصور کنید که تا اون وقتی که ما درواز نامش را احیا کردیم اصلا نام درواز دیگر نبود. ناحیه قلعه خم بود، ناحیه از این بند بود، ناحیه دیگر ناحیه بودن که موقع قبلا که شامل این شایگری درواز بودن. بله. ولیکن خود در تاریخ چند بار پارشوی این درواز این حال ما مشاهده کردیم. این بار اول که سال 1895 این درواز رو به 2 قسم تقسیم کردیم. قسمت افغانستان که انگلیس‌ها اونجا مسئول این سیاست ها بودن و این طرف رو با بخارا همراه کردن و بار اول سال 1895 درواز رو تقسیم کردن. یعنی با اون طرف دریا به این طرف و اوبرا با این طرف تقسیم کردن. بعداً باز این باخمانش گرفتن در زمان شروع با تقسیم کردن. با ناحیه نوبان کردن، با ناحیه ونج کردن، با ناحیه کلیاره کردن و تقسیم کردن. با دفعه سوم گرفتن ناحیه ونج ولایت بدخشان همراه کردن و ناحیه قلعه خم گرفتن و ولایت وارد کردن. و همین قطعه دیگر نامی درواز اصلا وجود نداشت. یعنی از بین رفته بود. بله، از بین رفته بود. مثل که قراطگین الان از بین رفته است. بله، از بین رفته بود. مردم خوب یک چیز مردم یادآوری میگفتن این نامو، ولی اون طرف باقی مونده بود، اون طرف دریا درواز باقی مونده بود.
ولی خاطر ما بعد یک گروه جوانان پیدا شدن که گفتن چی میشه اگر ما نام درواز احیا کنیم. ولی خاطر ما گفتیم خیلی خوب میشه. به هر حال ما این کار با خیلی تلاش ها این کار به دست اومد. یعنی در خود ناحیه که وقتی ما خواستیم قرار شورای ناحیه رو بگیریم، اونجا آدم بودن که نمیخواستن زید این کار رو بدن. بعدا خلاصه قرار ناحیه رو گرفتیم، ولایت رفتیم، بعد به جمهوری اومدیم. اون زمان هم بعد خیلی کار آسان هم بود، آسان شد دیگر. یعنی من دیگر هر شعبه به شعبه به هر ریاست یعنی که این موضوع را مدرکات جور کردیم، بعدا پیشنهاد جلسه شورای عالی کردیم. و بار اول که در جمهوری که نام ایواز شد، قلعه خان به درواز بود. بعد دیگر این است که ببینید با آن که ما اینه که مرکزی درواز نام درواز گذاشتیم، ما ضرر نکردیم، ما احیا کردیم، نامش احیا کردیم. دیگر این که در همه فرض نگیم در دیگر جا هم فرض کنیم که اگر وادی حصار را بگیریم، هم ناحیه حصار است و هم وادی حصار است، یا کلاب است و ولایت کلاب. ولیکن موضوع این است که ما اگر که فرض کنیم اگر نام بگیریم که اگر ما با طور رمزی بگیریم که فلان جا درواز هستند، موضوع این است که اگر که یک منطقه اگر مدرکش نباشد، مهر و نشانش نباشد که همین نامش فلان است، اون نام گم میشه. ما درواز با مهر و با نشانت درواز کردیم. ما گویا از نظر فرهنگی، از نظر معنوی این درواز با درواز پیوند کردیم دیگر. من با خود اندیشیدم که شد مگر بگویم که وادی درواز مثلا از اون سرحدی که سالهای پیش بود از شیپد و تا این پاسون و تا اینجا ما هرچند بگوییم که مدرک نداریم، اون مهرم نداریم و برگردوندن با وادی هم دیگه کاری آسان نیست. بله همینطوره. مادامی که نمیشه دیگه اونا برگردوندن و پیاس کردن، پس بگذار همون نام تاریخی که داشت همون در همین منطقه مرکزی خیلی درواز که مرکزی درواز بود اونجا بیماند. درست است. از این همه میگذاریم و شما یکی از دستاندرکاران در احیای شهر کران هم هستید و ما چقدر تلاش های شما رو میدیدیم، چقدر کوشش ها میکردید که همون شهر باستانی دوباره احیا شود، یک مکانی رشد توریسم منطقه شود و یک گوشه تاجیکستان همون به یک جای تماشابا تبدیل یابد. و امروز کارش در چی سطح است؟ کارهای کشافیش؟ بله، ببینید که شهر کران همیشه در یاد و در فکر مردم بود. این مردم می‌دونستند که مرکزی درواز کهن باستانی همین با نام قلعه کهنه می‌گفتند. با نام قلعه کهنه این مرکزی درواز و تا از 16 اون ارزی وجود داشت. بعدم شاید که سیاست‌ها تغییر کردن، شاید که دیگر موضوع طبیعی است، شاید که این جایی که الان مرکز از قلعه کهنه است، شاید آب پایان رفت اون میدان پیدا شد، بعدم شرایط پیدا شد. یعنی برای خاطر دیگه از اونجا کوچ کردن، از 16 آمدن به این پایان بودن. ولیکن اون چی که یادگاری‌هایی که در خود شهرکی کران در اصلاح قلعه کهنه ما دریافت کردیم. البته مردم می‌دونستند که اون مرکز است، ولیکن از معماری او، از اون شکل او خبر نداشتند. برای خاطر ما بار اول که با پروفسور یوسف یعقوب وارد کار شروع کردیم، بعداً پیدا شد. دیگر خودی همون شکلی خیلی شهرک پیدا شد. یعنی دیوارها و ساختمان‌ها و چیزایی پیدا شدن که دیگر انسان میدید که اونا با دست عادی ساخته نشدن. یعنی دستی موجودکار ساخته است. تقریباً وقتی که او در فکر میکنم از خیلی تمامی همون موافق همون ریلیفی که
پس و بلندیایی که یک شهر کران است موافق، اما زنجیروار و ساخته شدگی در زیر خاک است و همش پیوند دیگر است. این به او پیوند، او به او پیوند است. این معلوم میشه در طول سالها ساخته شده است. اون کار 1 سال و 2 سال و 10 سال و 20 سال پس این ببینید که همش هر چی در جای خودش است. هر سنگ‌های تخت سنگ‌ها هستند که اونا سایش دادگی هستند. همه چی در جاش. آب از زیر سیستم آبیاریش میگیری، همه از زیر زمین رفتگی با قبرا. یعنی که معلوم میشود که دست هنر اونجا بوده است. دست هنر. ولی خودی فرضاً تا امروز هم در بین مردم معروف است 3 معجزه کرام. وقتی ما معجزه خیلی مردم میگن معجزه کرام. 3 معجزه کرام. یکیش میخوان با هنر اون مردم رو ببینید چه هنرمند بودن. یک چیزی که یادآور میکنه از معجزه کرام همون چرخی است که با هم آب از دریای تنگ با بالا انتقال می‌کنه. معبد یابا می‌بینه. بله. یعنی که چرخی چی داشتن؟ یعنی یک مکانیزمی داشتن که یعنی با 3 چیز در 3 چرخ آب و قلعه از دریای تنگ می‌براشتن. خب این کار مهندسی است دیگه. هر کس نمی‌تونه، یعنی اقلام بدن و مهندسای این کار را کردن. و دوی معجزه‌ای که مردم یادآوری میکنن و از اون افتخار میکنن، مردم افتخار میکنن. و دیگرش اون انتقال اون از اون طرف دریا با همون آسینچه، یعنی که آسینچه کرباسی از اون طرف انتقال دادن تقریبا 2-3-4 کیلومتر است. بالای هوایی آوردن، یعنی که اون گندمی که جمع شده اونجا به این طرف به این بالا. این هم مهندسی است دیگه. شده میتونه که من چندی که با مهندسا با متخصص صحبت کردم همین باور ندارم. میگه هیچ امکان ندارد که در این فاصله دور اون بند توان برداشت داشته باشد. این داشتن. یعنی با این کار میکنن که این هنر را داشتن. و 3 معجزه‌ای که میگویم یعنی که معجزه است که همه سنگی که در ساختمان‌های این شهر کران است، سنگ‌های بسیار نرم هستند و برای سایه دادن آسان هستند. و میگن اینا را از منطقه کلات ویشخر دستی به دست در مسافه 40 کیلومتر برنج آوردن. شما تصور کنید که در 40 کیلومتر اگر بین هر یک انسان اگر 1 متر باشد چقدر در کار؟ 40,000 عادت 40,000 در کار. کارگر ضرورت دارد که دستی به دست و وقتا هم جنگل بودن، پیره بود با پیره از اونجا گرفته به جوان دیوار کردن. من وقتی که سنگی اون کوه کلات را گرفتن و سنگ این کران را گرفتن و لابراتوار این متخصص آوردن که یکی است. یعنی این 3 چیزی بود که مردم همیشه یادآوری میکنن، از اون مرکز خودش افتخار داشتن که این هنر مردم داشتن و خیلی 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 نشانه های دوره باستانی در اونجا هویدا هستند. به نظر ما میرسد که به نظر من بسیار ادبیات‌هایی که آموختم و در ایران رفتم متخصص ایرانی رو دعوت کردم به اومدم، تقریبا که به نظر میرسد که بیشتر نشانه های آیین مهری وجود هستند. آیین مهری آیین جمشیدی است که 7000 سال پیش است. بعد از 3400 سال پیش آیین زردشتی است. یعنی آیین زردشتی از درون آیین مهری برآمد. یعنی نشانهای آیین مهری است اونجا بیشترش. و آن معجزه ها و آن بازیافتهایی که در شهر کران پیدا کردید شما و با همراه استاد یوسف یعقوب بسیار از حدس و گمان ها را از بین برد. بله. که گفتم که گویا در اونجا هیچ چیزی نبوده است. حالا اونجا دیگه ببینید که هیچ کافته نشده است. هم در زیر زمین. در زیر زمین. یعنی میگفتم که او یک چی است، یک مجموعه است. بله، یک مجموعه است که مثل زنجیر پیوند در پیوند است. چی بود؟ یعنی که مثل که یک برنامه ریزی شده است و برنامه سال ساخته شده است. اگر اون باز بشود و اگر نقشه اون وقتی من یک متخصص از چیما دستم پیدا کردم، من از پرسان شدم. گفتم چی دیدی؟ گفت من نمیدانم درباره این یادگاری چی بگم، لیکن گفت که معماری گفت چوره، یعنی که معجزه است. یعنی که واقعا اون
اون اندیشه ای اون برنامه ای که این مهندسا گیتانی ساختن واقعا معجزه است. بله تشکر زیاد دوستان و میگذاریم و سوال دیگر که شما بسیار وابسته به هم تاریخ و تمدن و من فرهنگ دیار وادی دراز توجه بیشتر دارید و من ستودنی از این تصمیم های شما و بگوید که با گل احمد شیفته رابطه داشته که کتابی از درواز تا کاپیسا رو شما محرری کرده؟ ما با گل احمد شیفته یکی از نویسندگان و شاعران خوبی افغانستان بود و یکی از آوازخوان‌های بهترین نبود که ما بعدا خبرش یافتیم. از هنر آوازخوانی است. بله آوازخوان است، یعنی زمانی که صبح برابر ساعت‌ها یا 5 یا 6 که رادیوی کابل آواز شروع می‌کرد است، یعنی برنامه‌اش شروع می‌کرد با صدای این گل احمد شیفته رادیو با سرود این شما از این بی‌خبر؟ ما بی‌خبر بودیم. ما فقط می‌دونیم که شاعر است، قائل نمی‌شد. ولی یک بار من ملاقات کردم صحبت کردیم بعد گفت که از درواز هستی؟ گفتم که من از درواز هستم. گفت من یک کتابی دارم درباره درواز اونو برای شما میدم اگر بتونید برگردانش کنید. بعد برای من داد با فارسی بود دیگه. من گرفتم خواندم خیلی جالب بود. بعد اون گرفتم با این حرفی که برگردانش کردم. بعد اون کسا رفتن کانادا رفتن. بعد گفتن که اگر که با زبان تاجیکی با کلیدی اگر که چاپش کرده یک بالای هم بفرستید با هم و هر خیلی جالب بود که او قصه کرد که بار اول وقتی که در زمینه همین مهاجرای دروازی که درواز فرزندای شاه درواز را میروند یک جای خالی یک دشت میگیرن شهر میکنن بعدا هنر مردم درواز را میبرن اونجا و پیش همین نهالی توت میبرن نهالی توت هم برای میوه گرفتن هم برای کیرمه کردن اینجا کار شاهبافی رو میکردن همین هنر رو میبرن در اونجا شروع میکن و دستگاه‌های کوچک شاهی میبافن و در زمینه همین کارخانه‌های خود اینا آلمانی ها زبان کارخانه ریشندگی رو ساختن در زمینه و در خیلی همون شهر و بزرگترین کارخانه رو ساختن و همین دروازه با کار میکنن در همون جنده. البته که گل احمد میگه اینجا اقتصاددان اونجا مهندس داشت اقتصاددان بود. میگه چون صحبت میکنن با کارگرا بعد سوال کردن شما از کجا هستید؟ گفتن ما از خاندان شاهان درواز هستیم. او دیگه هم دیدم که بیشتری همونایی هستن که پوشیدن آمدن در اونجا کار میکنن خوشن یعنی با همون پیوند با خاندان شاه درواز میکردن و برای من خیلی جالب است و با اونا صحبت کردم و دیگر همون سرگذشتی کوچشون و مهاجرتشون و زندگیشون دیگر در این کتاب چاپچه خوب من کتابچه را خواندم بیننده عزیز بین هر جالب است و در اونجا من یک چیز را از استاد خواستم بپرسم که تو چه اندازه همون کوچ بستن شاه درواز بعد از فوت شاه درواز البته بستگانش کوچ بستن از اینجا رفتن و در اونجا یک لحظه دیگر است صدای مرموزی هست تو چه اندازه به حقیقت نزدیک است؟ یکی منظورت همون پسر خوردی بله که این واقعا هست این چیزایی هست یک موضوعی هستن که شاید ما هنوز با او دست نداریم یک سرگذشت‌های غیبی هم هست یعنی یک سبب میشود و انسان کوچ یک سبب رفتنی که این خانواده از خیسن کوچ کردن رفتن اونجا همین بود یک بغیر دیگر سبب بود یعنی وقتی که خود وقتی که این شاه کشتن خانواده‌اش در اونجا موند با شاهینه که شد و این خاطر بین اون شاهینه و این خانواده شاه قبلی همیشه یک تضادی وجود داشت و خاطر اون که این زن خیلی عاقله بوده است این زن از خودش از فیض‌آباد است فیض‌آباد بدخشان است این زن خیلی زن عاقله و این خاطری که برای فرزنداش یعنی که چی زن نرسد هم این چراغ برنامه رو از کوی بکنن و دیگه این موضوعی که برای پسرانش رو داد که غایبانه با یک فرض کنیم که دختری عاشق شد که اینا رو کشید برد با اونجا. کدام ولایت بود؟ از خودی پروان بود؟ ولایت پنجشیر. چی از اونجا
نه دختر در کدام ولایت؟ در پنشیر. در پنشیر. دختر در پنشیر بود و از اینجا با بانو عاشق شدن و رفتن. واقعا میگه که وقتی و خیلی هم معلمی که استاد این پسر بود این خودش قصه میکنه که چطور رفتن در اونجا در همون موافق اون چی که میدید این پسر از اینجا موافق همین خدمت رو دریافت کردن با همون شکل تدید. خوب بیننده عزیز، من هم شما را توصیه میدهم چون اگر این کتاب دسترس کردید بخوانید، بسیار هم چیزی خوب است، تاریخی است و شما رو البته باز به اندیشه کردن وادار میسازد و از این همه میگذریم. استاد عزیز، گپ هست که قلعه خم را کران نام میگذارند. بله این موضوع پیشنهادم بودن که شهرک قلعه خم شهرک کران بود. کران نام کنم. خب بگه که در این صورت هم خود قلعه خم از من نمیرود، خیلی هم قلعه خم میماند. ده میماند. یعنی موضوع مرکز است. یعنی مرکزی که امروز از خیلی دیه عمرک شروع میشه تا مدرسه میرود این میشه شهرک کران. به خاطر اون بعضا اون دوست میگن که نام قلعه خم تاریخی است و باید از بین نرود، ولی فکر میکنم جرمی ندارد. اگر ما نام چی کنیم، اگر زنده کنیم و کران گذاریم، خب به خاطر همون گذشته یک چیز ایجاد میشه، یک شهامت است، یک نوآوری است. ولی که خیلی قلعه خم در همونجا یکی همون مرکزی که قلعه بودم، قلعه خم هم قلعه بود که گردش حصار بود. اونقدر حدودی وسیع هم نداشت. حتی شما اگر در زمان شاه اسماعیل حتی دیوارش نو میکنن بعد هوایش غزلی دارد، هوا رو دعوت میکنند به خاطر این دیوار نیلی که گردی قلعه دیوار کردن یک غزلی بود و یک غزلی دارد هوای جگری از موضوع همین دیوار اطراف قلعه خم گرفتن. ولی موضوع این بیشتر است، یعنی که از دور کران میشود، یعنی که از خیلی دهه عمرک تا مدرسه و تا اونجا. ولی قلعه خم با میمان شرش چی؟ ما پیشترش باقی میماند. خب استاد عزیز، زنده باشید. نظری خوب، نظری نیکتان عرض کردید و وابسته به اونه که شما یکی از دستاندارکاران اصیل بنیادی هیکل باربه در دروازه هستید و بگید این چگونه به شما دست داد و چی داشت، کدوم دلیل شما آوردید باربه رو به دروازه؟ سال 1400 سالی باربه بود، سال 90 بود. یعنی ایران شد با خرا یونسکو وقتی باربه 1400 سالی قید میکردن. بعدا ما قبل از اون که درباره باربه از این اطلاعات هایی که موضوع 1400 سالی باشد، ولی ما این روایت ها را داشتیم. این روایت ها بودن، ما با یک تکیه کردیم. با روایت ها؟ بله، ملاقی ها در خونداری بود. ماده که با هم زمان دانشمندی بود و میگفتن که اصلا از اون طرف دریا است، از جوای دروازه عمر است. و ما از حکایت های او شنیدیم که یک عادت داشت که وقتی که مردم در محفل‌ها که می نشستن، من بار گوش کردم، می نشستن بعد مردم نانشان می خوردن، بعد دسترخوان جمع میکردن، بعد او قصه شروع میکرد از اینجا. من قصه رو گوش کردم و این موضوع را بابا صحبت کرده است که آوازخوان یعنی رامشگری شاهنشاه ایران پهلوی میگفت از جوی دروازه افغانستان، یعنی کتاب بودن. و وقتی که ما این موضوع که برآمد که موضوع باربد و دیگر حرفا، بعد موضوع نسای برآمد که یعنی اتنسای است و از جایی است که آسیابا دارد، از جایی است که انجیر میروید، اینا با علاوه شدن. اینا که علاوه شدن بعد دوستان خناتن که این موضوع رو آموختن و گفتن که همون که میگن که باربد یعنی به هم نشانه‌ای میگن و هم نسای موضوع ما موافق است. ولی خود ما هم تصمیم گرفتیم که در این جشن همراه باشیم و سهم خودمون داریم. ولی خود ما هم پیکرش ساختیم. زنده باشید. کسی پیدا نشد بگوید که نه اینجا نیست، بگذار
دیگر در دیگر بودی هست شخصای دیگر نه نبودن اون سال نبود. یگان فقط دلیل دیگر پیشنهاد شدن یا حجت نبود دیگری اصلا که نبود. در اون زمان نبود. در اون زمانی که ما این کار کردیم ما دعوت کردیم از در موضوع وقتی زمانی همون اصلاح پیکره حکومت از نماینده حکومت دعوت کردیم آمدن و در اون شراکت و بسیار یک جشن خوبی طبیعی اونجا بنیاد شد. بله. بعد مخصوص ما در دهه مدرسه گرفتیم به خاطر اینکه از اون طرف نوسایه است و از این طرف مدرسه اون نوسایه از اون طرف اومدن و مردم از این طرف و ما اون جشن پیکره رو گذاشتیم و دیگر طرفی کار بیایی که ببینید ما باید گذاشتن پیکره اندیشه و روح مردم دیگر کردیم. شما اگر اون اشراک میکرده که چی اونجا شهامتی بود از این شجریان از ایران آمده بود شجریانی که دنیا در دنیا مشهور بود باز اومد مهم سرود مهم خوند وقتی که از بالا از ایستگاه آمدن اونجا میکروفون مونده بود بعد خودش رفت پیش میکروفون به اعلام نویشی خودش رفت پیش میکروفون بعد شعر لاغتی را خوند مهم ای مهم این ما مقصد نه فقط اون پیکره بارباد ما خواستیم با زنده کردن با این فرهنگ مردم خود بیدار کنیم واقعا بیدار کردیم ما یعنی که اون بیداری که همون منطقه ما با همین با رفتن با بردن بارباد با وجود آمد یک ذوق یک شعور مردم من بار اول می‌بینم نباشه و چون امروز هم پیکره بارباد رو شما آگاه هستید که آوردن در شهر قلعه خم در پهلوی دو خونیاگر دیگر گذاشتن ولی کاری خوب شد چون من این نیتم برابر بود که گفتم که خوب میشد که یک انسان شود یعنی که اکا شریف و عبدالله و میر محمد و مریم و این با چند نفر خیلی زیاد بودن پیری صدی و باید خیلی خوب اگر یک انسان باشد بعدا من شما خواهش کردم که اگر در پهلوش این چند نفر اگر که جا کنید معنی دیگر میشه بعدی هم سوال دادم که خب پس دو نفر خواهم گفتن کشریف ها عبدالله رو پس گذاریم بعد خب گذاشتم خودشون آمدن دیدم بسیار مضمون بود به هر حال بسیار بیدار کننده است به هر دیگر یک اثر ایجاد شد دیگر هر کسی میتونه که ساعت ها صحبت کنه هم اون معماری اطرافش رو هم خودی بارباد هم کشریف هم شخصیتی ساده نیست کشریف هم یک بارباد دیگر است کی میدون بعد 1000 سال درباره کشریف چی میگویند یا درباره عبدالله چی میگویند پس که اینا آدمای اینا فینامینا بودن دیگر نابغه‌ها بودن برای یک دروازه کوچک داشتن کشریف داشتن عبدالله این کار بازی نیست داشتن قناعت بازی نیست باید هر خانواده درواز سخن قناعت باشد آواز کشریف باشد آواز عبدالله باشد بیدار کنن مردم. بله درسته. میخوام یک چیز دیگر به اسلوب مطرح بسازم که نمیشود که ما فکر داریم حجت داریم دلیل داریم و از شهردار دوشنبه خواهش کنیم که پیکره شاه منصور رو بگذارن تا مردم ما باشون از اون. میگم ببینید که شاه منصور شخص تاریخی است. بله. شخص تاریخی است. از سالهای شاههای در روز. کتاب شما داریم الان. نبردار شما داریم و شما به خاطر باشد بهروز ذبیح‌الله اون مأخذ دریافت کرد در روی مقاله نوشت. بله. یعنی با خدمت او در موضوع محافظت تاجیکان. بله. یعنی که کمک به حساب کمک تا به چی بخیلی مشاب با اونا کمک به بخیلی کلاب یعنی همیشه اینا پوش پناه مردم تاجیک بودن و این خاطر هم ارزش دارد که چنین شخصیت ها خودی هم که نام یک ناحیه شاه منصور است از همون دولت میگه یعنی که ارزش دارد اگر که فرضاً که با دلیل با برهانه و از نظر علمی و اینا دانشمندان متخصصان پیشنهاد بکنند اگر پیکره بشد چقدر خوب میشه چون شخصیت تاریخی است و زحماتهاش در موضوعی یعنی که تاجیکیت هستند حفظ اصالت ملی در فرهنگ ملی پشتیبانی از فرهنگ پشتیبانی میکردن چون ببینید یک سر باید با
چی بگیریم بینابرد بگیریم که ما وقتی درباره یک کشور شاهگری داشت خیلی بزرگ بود و آخر شاهگری بود که از بین رفت ولیکن خودی همون شاههای دروازی نبودن اینا شخصیت‌های از دیگر جا بودن یعنی که در اون زمان که همه جا را گرفته بودن اشمالی ها گرفته بودن خیلی جای کمی مانده بود که اون فرهنگ تاجیکی و اون اصالت تاجیکی زنده بود و این خاطر کوشش میکردن در اونجا برن زندگی کنن ایجاد بکنن از این روز در خود درواز حال بسیار خاصی مردمانی هستند که از سمرقند هستند از بلخ هستند و خیلی شاه اسماعیلی هم پیش از آن که شاه بشه در درواز از کولاک بودن شاه شدن یعنی اونجا تقریبا جای جمع‌شوی همه مردم پارسی زبان و تاجیک و که فرهنگی تاجیک اونجا محفوظ بود و این خاطر اونجا میرفتن زندگی میکردن و این خاطر هم از این نظر باید نگاه کنیم که بخاطر اینکه آخرین نقطه بود که اون فرهنگ تاجیکی کاملا خودش نگه داشتن که یک دولت هم شاهگری نگه داشت. تشکر زیاد استادی عزیز و آنه که یک گوشه تاجیکستانی عزیز است ناحیه درواز وادی درواز و روز تا روز با تشبس‌های سازنده پیشروی ملت با دستگیری‌های این منطقه آباد شده ایستاده است و شهرک‌های صنعتی هم در این منطقه آباد شده ایستادند و چون استاد خود ساحه کشاورزی رو پنجه که میدونن از بنیاد چنین یک گرمخانه‌های زمانوی که نظیر ندارند در جمهوری دیدن کردن و بگویید استاد در چه حال هستند مردم کار کرده ایستادند؟ بله اون چی که اون گرمخانه را ساختن خوب بود یک تشبس خوب بود و مردم دیدن باور کردن محصولات استحصال میشود کمک به مردم میرسد ولی ببینید که ساحه کشاورزی تقریبا که خیلی ضعف شد خیلی کاسته شد مردم خیلی امکانات‌های خوب اگر فرضاً شما می‌خواید درباره درواز من بودم یا درباره اگر درباره درواز هم که مردم یک کوه خالی است فرض کنیم که این کشاورزی کمتر نظر میرسن ولی که اگر ما با چشم به قول رودکی میگه با چشم خیرت اگر نظر بکنیم اون خیلی امکانات کشاورزی است اون وطن‌ها هستن که تمدن اونجا بود اگر که اونجا جای امکان زندگی نبود مردم زندگی نمی‌کردن وارث ولایت هم صحبت کردن در موضوع حاضر یکم درجه تامین کردن شیر اون مردمی هستن که خوراک اساسی شیر است که روز نه در مرکزی ولایت نه در مرکز درواز از این تنفیسی بکشن یک برنامه ما حاضر همین است که ما باید که در یک مدت شروع کنیم این کار و همه این مردم کار کنیم و استحصال شیر مجبور کنیم تامین کنن همین طریق در موضوع باغداریش شما اگر باغی که من چند روز پیش در این تلویزیون جمهوری نشون دادم من باغی که در ژگل سر کوه ساخته شده دیدم شما اگر اون رو ببینید چقدر در یک زمین خالی که اونجا هیچ باور نمی‌کنید که در اینجا چیزی می‌باید یک جسارت ببینید اراده رو ببینید از این کوه با اون کوه در 1100 متر آب کشیده است و 6 متر اونقدر باوری کرده است که یک دانشگاه اون کار رو کردن میتوند همش صنعت کشاورزی روایت شده است زیباییش ثمره اونا همه زندگی حاضر همه اون کسی که این کار کرده است خانواده مالی اعظم‌شاه هستند همه زندگی تو در حساب همون است هم بازار است تامین میکند هم اقتصاد تامین میکند هم همون کار برای مردم یک مکتب شده دیگر پس معلوم میشود که میشود که درواز 3 کمربند دارد یکیش همون سوبتراپیک اساسیش است یکیش اون قسمت نیمساب سوبتراپیک است یکی اونجایی که چهارواقعی است مثل سرگتش و این گردنه و اینا هستند ما در یک مسافه کوتاه 3 تا اقلیم داریم فقط اگر همین قسمت یک سوبتراپیک است اگر ما 500-600 متر حساب کنیم قریب 7,500 لیتر زمین میشود همه این جنگل و همه این میوه ما دیگه چیکن احیا کنیم دیگه بیدار کنیم ما زمین اون قدر داریم که برای همین قدر دیگر اهالی بسنده است فقط
اراده، کوشش، تلاش. این تصویر رو من در شبکه اجتماعی هم بله، دیدم بله. که استاد بنیاد از ذوق بلند این تصویر رو برآوردن، عکس کردن، صورت کردن، در خونه موندن و از اونه که فرهنگی این ویتنام بود یا بله، ویتنام است. بله. ویتنام. ببینید در یک کوه و کمر بله، چقدر بله. زمین ها را مولا ثمرناک دیگه، استفاده بله. بردن. باید همین کار کنم. من این با خیلی مسئولین ناحیه و ولایت فرستادم. گفتم اگر بخواید ما این باید بکنیم. باید بدخشان و تایستان همه شد. همه از خرید زرافشان تا مسجد تا فرغر تا سری خاصار تا قراتگین تا بدخشان اگر ما این زمین رو اگر استفاده کنیم ما هیچ نیازی و هیچ کس نداریم. خود کیفا میشه. بله، زنده باشید. خب دوستان عزیز، ساعت ها اگر بنشینیم ما از صحبت استاد خسته نمیشویم و با امیدی که صحبت های ما در آینده هم باز انشاءالله که منجر میشوند با امید خانه آبادی و سرسبزی و خاندانی